امروز ما اومدیم بسای پرسرخ و کارت 4 اینجا را میگردیم دوستای عزیز. که نورستان کافرستان بود و اونا بتای را پرستش میکردن، خودشان او را کندنکاری میکردن، مجسمه سازی میکردن، ولی بعدن که مسلمان میشن اینا باز همی گلا را دیزاینا را در خانه و لوازم خانه استفاده میکنن. این کار که آغاز کردم در اول خیلی اعراض داشتم، خیلی میترسیدم روی دلیل که اگه من به شکست مواجه شم و یا من ممانعیت بر من ایجاد شه، روی یعنی دلایل من خیلی با ترس لرز این کار آغاز کردم. سلام مجدد دارم دوستای عزیز، خوش آمدین دوباره. قسمی که براتون گفتم امروز ما اومدیم بسای پرسرخ و کارت 4 اینجا را میگردیم دوستای عزیز. نظر به کامنت های شما دوستا داده بودین و قسمی که شما بیننده بودین شاهد بودین هفته پیش ما شهر نو رفته بودیم و امروز اومدیم با پرسرخ و کارت 4 و کارت 3 کم میگردیم، میبینیم که چی میتونیم پیدا کنیم از دل کوچه های پرسرخ. راستش دوستای عزیز من اینجا یک دکان دیدم، دکان حکاکیست. واقعا خودم تعجب کردم، خواستم بیایم یک بار داخل برم بیایم ببینم که چی هست و شما رو منتظر نمیمونم زیادتر و من همراهی کنیم. خب دوستان عزیز من همراهی کنین، میخوایم برم داخل دکان و ببینم که داخل دکان چی دارن و محصولاتشون رو میریم میبینیم. ما همراهی کنیم. عزیزان بیننده ما داخل دکان آمدم، بسیار ظرفای مقبول، بسیار قسمی که خودتان تصویر میبینین، ظرفای مقبول، طرحهای بسیار عالی. واقعا کنجکاو شدم که طرحها رو کی داده. مطمئن هستم که طرحهای مقبول دختر خانم‌های مقبول میتن و حدسم بجا بوده. سلام فروزا جان، خوب هستی؟ سلام جان، خوب هستی؟ خوش آمدی جان. خوش باشین عزیزم. شما را خوش آمدید میگم. امروز بخیر به خاطر گزارش آمدیم. خیلی کنجکاو شدم فروزا جان. من وقتی که بیرون دیدم دکان بسیار دکان مقبول، دوستای بسیار طرحهای مقبول، اصلا خواهشمند هستم که اینجا بیاین خرید کنین. واقعا ظرفای مقبول شما میتونید تصویر ببینین. خب فروزا جان بخشش باشه که شما کارم میکردین در وقت این کارم. خواهش میکنم، بسیار زیاد خوش آمدین. ما میخوایم که از طریق صفحه شما به دوستا خودم معرفی کنم. اول فروزان صدیقی هستم، مسئول شرکت نیل که در بخش حکاکی نورستانی ما کار میکنیم و قسمی که میبینین طرحها و دیزاینایی که ما کار کردیم تمامش چوبی است و دیزاینای ولایت نورستان ما شماست. نورستان. خب فروزان جان تنها این طرحها رو نورستان داره یا کدام ولایت دیگه افغانستان هم کم طرح خاص داره؟ ما ازت میخوایم اول بشینیم ما خواهش میکنم بتونیم راحت گپ بزنیم و دیگری که خواهش میکنم عزیزم موضوعات که ما میخوایم بحث کنیم سایلا جان بسیار زیاد جالب و شنیدنی است و او خاطر کیف میکنه که یک گلاس چای باشه که میوه خشک وطنی که میوه‌دانیش هم خودم جور کردیم. میبینین که کلش طرح نورستانی است و کندنکاری نورستانی یک هنر است که مثل دیگه هنرهای افغانستان یک چیز فراموش شده و او خاطر چون نسلایی که روی هم رفته کار نکردنی به یاد فراموشی سپرده شده. به او خاطر کارگاه نیل ساخته شد که این هنر دوباره معرفی کنه برای مردم کابل، برای مردم افغانستان و روی هم رفته برای مردم جهان. که موفق هم شدیم تا یک حد و تانستیم هنر نورستانی را در مدت یک سال که کارگاه جور کردیم تا یک حد معرفی کنیم.
دوستان من واقعا افتخار میکنم بالای فرزان جان، بالای کار زحمتش. واقعا خیلی زحمت میکشه. مطمئن هستم که شما یک بار دکانتون بین هیچ امکان نداره که یک چیز از دکانشون نخریم. خب ان شاء الله بر ما یک تحفه دارین دیگه. حتما، چرا نه. ما بسیار زیاد خوش میشیم از تمام رسانه ها که همواره همراه ما همکار بودن و دور از این که ما میتونیم هنر معرفی کنیم. بسیار زیاد شارتای خوب گرفتن و همیشه همکاری کردن. بدون رسانه ها و همکاری شما نمیشد. با خاطر قبولیت از شما افتخار ما هستیم فرزان جان. کارتون عالی است که ما میایم از شما گزارش تهیه میکنیم. خب بیننده عزیزای بیننده، اصلا خواهشمند هستم چنل ما رو سابسکرایب کنین، در صفحات فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک ما رو فالو داشته باشین و همچنین منتظر کامنتاتون هستم. قسمی که در کامنت‌های قبلیتون بر ما گفته بودین که ما امروز بخیر بیایم پلو سرخ، از پلو سرخ و کارت 4 بر شما یک گزارش بگیریم. اما قسم منتظر کامنتاتون هستم که ببینیم دیگه شما کدام منطقه رو بر ما تارگت میکنین. خب فرزان جان، اگر یکم کار کنین از کار شما یک شات بگیریم مشکل نیست؟ نخیر، بسیار خوشم میشم. و دیگه ای که برای بینندهایتان یک خبر خوش بودم که زیادتر دوستای ما که میخواین به سالگرد، برای شینی خوری، برای محفلای مختلف یا تبریکی خانه کس میرن، ایدیا ندارن چی ببرن، یک چیز متفاوت که بسیار یونیک باشه. بهترین گپ اینمی است که بتونن یک اثر هنری افغانی رو برشان تحفه بده. مثلا سعی کنم یک گیفت باکس دارم که از ساما جان. دوستان عزیز یادم نره که ساما جان کامرا گرفتن. ساما جان خواهشمند هستم یکم نزدیک بیا عزیز. اینی قوطیگه که مثلا ببینین اینه برای هر کس که دایش یک تحفه که بونی از خود توفام کنه بر قوطیش بسیار خوش میشه، چون یک چیز دوامدار است و این مکمل سایلا جان این کار دست دسته که هیچ ماشین درش کار نشده. مکمل خطای چوب کلش طبیعی است. چوب ولایت کنر ما است. باز چوب ازش چی است؟ چوب ارچه است. چوب ارچه ولایت کنر است که مخصوص عکاکی نورستانی می باشه که ما هر چوب نمیتونیم استفاده کنیم که باید چوبا صاف باشه، مثل از لشم باشه، گری نداشته باشه و چوب باشه که درست خشک شده باشه، یعنی در مرور زمان خود کج نمیکنه. باز بسیار مقبول. باز بعضی میگن چوب چهارمغز هم استفاده میشه؟ بله چوب چهارمغز هم استفاده میکنیم. شما دارین کدام؟ بله شما اگر بدیم من اینی شمدانه کاره که میبینین این چوب یک بار فرزان جان پیش به چقدر مقبول ببینید. باز این چوب چهارمغز زیادتر بر فرنیچر استفاده میکنیم که محکم است، قوی است. بله شیکم میاد. باز چیزایی که ظریف است و از چوب ارچه استفاده میکنیم. خیلی خوب. فرزان جان یکم شما کار کنین که ما شما حتما. خب ساما جان یکم نزدیک بیاید. سالا جان این شاید فکر کنی که چوب است. اما دخترای آشپز میفهمن یک آشگرد است که خمیر هم مار میکنه. بله. بولونی اینا دوستان عزیز، گفتن بیننده ما که بولونی خور هستن، آشک خور هستن، از ماشینا کنه اینی بگیرن دوستان عزیز و از دکان فرزان جان خریداری کنن که چقدر خوبی دیگه بر خانما که ما دهی طرحهای نورستانی را انداختیم. ستاره نورستانی است. این دیزاین را کار کردیم که وقتی که خمیر امور کردن بر کلچه میتونن یک رول ازی برن و دیزاین ستاره در روی کلچه میمونه. بسیار مقبولم. و این را براتون بگویم که اول اندازه گیری میشه، مرکزش پیدا شد، بعد از او باز تقسیم بندی میشه، بعد از او دیزاین ما کشیده میشه. طرح ستاره را ما اینجا انداختیم که وقتی که براتون یک مرحله شم نشان میتونم که دوستایتان هم ببینن. سلامت باشین. فرزان جان با شما شاگردم میگیرین؟ بله عزیزم، ما خیمه و ساما جان دیگه عزیزای بیننده ما دیگه شاگرد فرزان جان هستیم. میخوایم کار کنیم یاد بگیریم. من بسیار خوش میشم که شاگردای لایق مثل شما داشته باشم، چون طراح هم هستین و خبر دارم که نقاشی هم یاد دارین. من کمتون بلد هستم، دوستا قدر بلدیت ندارم، ولی در ضمن باید دورشم فرزان جان نام خداش نقاشی هم بلد است. یک طرحتون اونجا مونده ولی تکمیل از دوستا. من میخوام امیرم بر دوستای ما چون از بس که امی هنر عکاکی دوست داشتنی است، نمیگم رسامی نیست، اما هنر وطنی خود ما و شما قدر لذت بخش است که هر توته چوب را که کندنکاری میکنم اصلا دلم نمیشه که برم طرف دیگه چیزو عکسم نیمه مونده از بس مسافت اینا. و میبینین که بعد از اینکه طراحی شد، دیزاین شد به این شکل، بعد از او باز اینی عمل تقه میگن. تقه میره محکم بگیریم. ما محکم بگیریم چون گیرا نکردیم. هیچ مشکل نیست. به این شکل مرکزش تقه میشه که این چوبا برداشته شود بعدن. خب یعنی وقتی چوبا میبردارین دوستا از وسط میبردارین؟ این وسط از این نشانی میشه که به این طرف
به می سه طرفه که ستاره وارده این مثلث شما در نظر میگیرین هر سه طرفش. بعد از او از همین قسمت مرکز شروع میکنیم آهسته آهسته به این شکل تراشیده میکنیم. بله چون این چورس ابزاری را که ما میبینین در دستم نامش اسکنه یا چورسی است که بسیار زیاد تیز و برنده می باشه. متوجه باشین. بله اینی پشت سرش است که به این شکل گرفته میشه و آهسته آهسته زمین مرکزی را ما کندنکاری میکنیم به این شکل. فروزان جان باز خودت پشکی یاد گرفتی کندنکاری را؟ سایلا جان من رشته‌ام علوم سیاسی روابط بین الملل است و از کودکی خوش داشتم که یک هنرمند باشم، ولی امو شرایطش وقتی که امتحان کنکور دادم دیگه زیاد خانواده‌ام حمایت نمیکرد، میگفت باید علوم سیاسی یا دیگه چیزی یا معلم شوی. نه خود زیادتر ما میگیم معلم شوی یک دختر. ولی نه فعلا فروزان جان هنرمند است عزیزم. بله بعد از اینکه من لیسانس ما گرفتم یک کارگاه نقاشی داشتم که در اوج باز همین فرصت بر ما پیدا شد. سفارت نروژ همین پروژه شروع کرده بود که عکاکی نورستانی را یاد میداد امرای نجاری. با صنفای نجاری برای پسرها بود، عکاکی برای خانم‌ها. باز ما در اونجا این صنف گرفتم، مدت 8 ماه آموزش مسلکی دیدم و یاد گرفتم. نام خودتان و معلوم میشه فروزان جان دختر لایق ورزیده بسیار بااستعداد هستن. خود هم نقاشی، هم حقوق علوم سیاسی، هم عکاکی. واقعا افتخار ما هستن. سلامت باشین جانم. ما کوشش داریم که همین هنر معرفی شود مسئولین و خصوص مسئولین و متعلمینی که مکتب رفتن نمیتونه برشان صرفای آموزشی زمستانی آماده کرده بودم که تقریبا یک 6-7 نفر شاگردای دختر خانم‌ها را فارغ دادیم و از بخش پسران بودن شاگردای ما که اونا فعلا خوب کار میکنن و سرآیز درآمد ما اومدن. واقعا افتخار ما هستیم فروزان جان. خیلی خوشحال هستم دوستای عزیز که همچون فروزان جان شخصیتایی هست، نخبه‌هایی هست در افغانستان و در جامعه که با چنین شرایطی که پیش آمدن واقعا خوشحال هستیم. خب شما بر ما کارتون رو نشون بدین ببینیم. چرا نه؟ من یه نمونه ها دارم. اینی که شما میبینید این یک صندوقچه است که به خاطر کلکشن زیورات جور کردیم. ساما جان یکم نزدیک بیا عزیزم. این میتونن بالاش شما میبینین مکمل ظرافت ساما جان یکم نزدیک که چقدر این ظرافت کاری چقدر مقبوله. این طرح این برچ ببینم چی میگن؟ این گلبرگ است اما در گل کودی کار شده. اینمی گله که گایدشه به نام گل کودی یاد میکنن که نورستانی‌ها این نام به این طرح ماندن. کودی واسه چی معنا میده؟ دقیقاً نام یک گل است. گل. بله. ساما جان بیا نزدیک شو. و اینجا پارتیشن داریم که میتونن مثلا ساعت خود بانن، لوازم زیورات بانن، ساعت بانن. بسیار مقبول. حتی برای نمونه میوه خشک هم استفاده میشه که در دکان مثل اینی طرحواره نه؟ بله. بسیار مقبول، بسیار مقبول. این میوه‌دانی ما با سرپوشک هم داره سایلا جان و یک دونه پتنوس هم داره هم رنگش اینجا پتنوسش هست میبینید. این پتنوسش چقدر خوب شکل. دیزاین مینیاتوری. ساما جان یکم نزدیک بیاییم این مینیاتوری رو ببینیم چقدر مقبول. خیلی عالی. با هم ترکیبی کار کردیم و میبینین که این طرح‌های کندنکاریش بسیار با ظرافت خاص و کار این کلش دیگه مربوط به طرح نورستان میشه. بله دقیقاً. خیلی مقبول. خیلی مقبول. خب فروزان جان قند دیگه چی داری بر ما نشون بده؟ دیگه یکی اونو خود یکوش چه چیزه من مطمئن هستم دوستان پیش اینیو که میبینین شما کارهای شاگردای من است که تختای تمرینیشون بوده سر از یاد گرفتن همین گل کودی را که در اینجا دیدین به این شکل کار کردن و تمرین کردن. و چقدر ساعت مقبول ساما جان میبینی؟ بله یا این ساعتک طرح خانم‌ها بوده که به این شکل دوران میخوره. بسیار مقبول، بسیار مقبول. و دیگه اینجا ما تیشو باکس داریم که تیشو باکس جور کردیم. یا طرح نورستان. بله یا مکمل کلش نورستانی. چوب ارچه است ما رنگ چهارمغزی شده. بله این رنگ شده. چقدر مقبول معلوم میشه دوستا می آدم سر سرخوان ایدی بونه یا ما تو بدون ایدی گپانیم. بله مقبول معلوم میشه. و دایم میتونن که از اینجا
باز میشه و تیشو تیشو رو تغییر بدن، خلاص شد دیگه تیشو استفاده کنن دیگه. و دیگه اینجا ما تیشو باکس طرحهای دیگه هم داریم که گلکنی شده اینجا. باز اینو میوه‌دانی هم این پنجال زاغ یاد میشه و در بازار کار بسیار زیادی طرح مشهور است، چون زیادتر در فرنیچر کوچ هم از این طرح‌ها استفاده شده. بله یا و هر طرحی که نام داره از خود یک فلسفه خاص داره که نورستانی‌ها با او یک فلسفه دارن و وقتی که نورستان کافرستان بود و اونا بتای را پرستش میکردن، خودشان او را کندنکاری میکردن، مجسمه سازی میکردن، ولی بعدن که مسلمان میشن اینا باز زمی گلا را دیزاینر را در خانه و لوازم خانه استفاده میکنن. خدا قسمت شد دوست عزیزی که با بریم نورستان از نزدیک ببینیم. دقیقاً. خب چقدر خوب میشه که امی میوه‌دانی هم سرخوشدار است که در دفتر زیادتر میگیرن دوستا از پیش ما که در دفتر خاک نگیره میوهشان. دوست عزیز چقدر محصولات و چقدر صنایع رو دیدیم نه؟ حالا مش مختم چه توفه میدیم. و این پتنوسه که چقدر مقبوله به خدایی رو ببینیم مثلا. بله این یک سیت است 3 سایز داره که مکمل طرح که طبیعی داره. بسیار طبیعی. خب نه الان ما چی توفه میتونیم کسی برام توفه بده نه دوست؟ چی دوست داریم که براتون توفه بدم؟ چی کدام چیز خوش داری دیگه خودت بگو بر مازم بغل شارک و من کلش خوش دارم. من دوستا کلش خوش اومده. من میگم کل دیگه یک موتور جمع کنیم. سایلا جان اینی فکر میکنم که درش زیورات خلبانه سلامت و میتونه سرش بسته کنه و این میناتور است؟ بله این طرح میناتوری است. باش ما توفیق بگیریم. شام کندنکاری نورستانی. این از ما و ساما جان باشه دوستا. توفیق ما و ساما جان از طرف فروزان جان. دیگه اینجا میمونمش باز میگیریمش پسان. چرا نه حتما. زنده و سلامت باشی فروزان جان، خیلی خوش شدم. افتخار ما هستین. سلامت باشی عزیزم. سلامت باشی بخیر باشی. اگر گپ گفتنی داری با عزیزای بیننده؟ من فقط یک پیام دارم که هنر را باید قدر بداریم، همونطور که ما مسئولیت داریم در مقابل وطن خود، در مقابل فرهنگ و عنعنات و رسوم خود هم یک مسئولیت کلان داریم که با حفظ از این فرهنگ ها با یاد گرفتنش، با ای که نشر کنیم حداقل در فیسبوک خود و یا ای که یک متن خوب داشته باشیم در مورد از یک معلومات خوب داشته باشیم، مسئولیت خود ادا کردیم. پس جوانان باید از طریق صفحه شما این معلومات رو ببینن و با دوستای خود شریک کنن و انشالله که بتانیم فعالیت های بیشتر داشته باشیم تا که بتانیم فرهنگ خود به مردم و جهان معرفی کنیم. زنده و سلامت باشی فروزان جان. قند خیلی خوش شدم. سلامت باشی عزیزم. شما با کارتان برسیم، بخشش باشه که مزاحم کارتان شدیم. دکانتون رو بخیر کردوات کردیم، بخشش باشه. خب دوستای عزیز ما توفیق من بگیریم که فراموش نشه و البته ساما جان اشاره داره که توفیق ما است. ساما جان توفیق خودت هم است، هیچ وقت خفا نشو. توفیق هر دو تای ماست. دیگه خیلی خوشحال هستم دوستای عزیز تا این برنامه ما را تعقیب میکنین. منتظر گزارش دیگه ما باشین. گزارش ما اینجا ختم نمیشه. بسیار جاهای دیگه میریم، کارت 4 میریم. بسیار گزارش عالی میشه. دوستای عزیز ما را چنل ما را سابسکرایب کنین، در صفحات فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک ما رو فالو داشته باشین و همچنین کامنت هایتون را عزیزم منتظر کامنت هایتون هستیم و مطمئن هستیم که آدرس کارگار از ما پرسان میکنین. ان شاء الله باز کامنت ها براتون میگم. خب همه همراهی کنین. د خپل سلامونه د هدف میډیا لیدونکو ته وړاندې کوم. سلامونه، امید لرم جوړ صحتمند اوسئ او نن ورځ هم په خوشحالۍ باندې پیل کړي. زه هم ځان ته نه یم سایلا جان ده چې اول ګزارش د هغې و، دویم ګزارش زما نو هغې هم کمره نیول. د دوستانو نن راغلي وو کارته چارو پل سرخ پلو چې دلته موږ د خپلو خویندې چې زحمت یې وباسلی دی او موږ خپلې خویندې ووینو چې دلته دوکان یې نیولی دی، خپل تلاش کوي، خپل زحمت کوي. دا زموږ نن د ویاړ او د افتخار ورځ ده. نن راځو خپل خویندې سره یو مصاحبه کوو، یو ګزارش جوړو، موږ سره ملتیا وکړئ. خب ګرانو لیدونکو تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. نن موږ ویل چې نن که پلسر خپل راغلي خپل خویندو سره همکاري وکړو یا خپل د خویندو سره یو ګزارش تهیه کړو، نو دلته راغلو. زما هم چې نن تاسو هیر نه کوئ زموږ چینل لایک، سبسکرایب او ټیک ټاک کې موږ سره فالو ولرئ او موږ سره کومنټونه هم ارسال کړئ چې کومنټونه تاسو نه هیر نشي. خب راځو خپل اصلی موضوع ده. سلام خواهر جان، صبحتان بخیر، خسته نباشید. سلام، صبح شما بخیر. خوب هستین؟ تشکر، شما خوب هستین؟ روز بخیر آغاز کردین. سلامت باشین. تشکر، خوب سر حال.
یک معرفی کوتاه. تبسم رحمانی هستم، باشنده کابل می باشم. ایفای وظیفه اینجا دارم. خیلی خوب. جای افتخارم است که امروز دختر خانم های ما یک شجاع هستن و رزق و روزی علا را به دست میارن. یک کمه که درباره کاروبارتان بگوین، چگونه آغاز کردین؟ خب من قبلا براتون گفتم اسمم تبسم رحمانی از کابل می باشم. من یک دختره هستم که خیلی تلاشی هستم، خیلی کوششی هستم. اصلا از بیکاری و از بیمضمونی خوشم نمیاد. روی دلیل سلامت باشیم. من مسلک خود شما هستم، خوشبختانه بودم فعلا. جای افتخار چند دیگه؟ فعلا در اینجا چون خودتان میفهمین که حوضا تغییر کردم، روی دلیل نخواستم که بیکار بانم و این کار پیش گرفت. خیلی خوب دوست عزیز، میفهمیم که امروز خواهر ما یک دکان ساختن و در اینجا رزق و روزی حلال خود به دست میارن و چادر میفروشن، حجاب، دامن، پتلون. شما میتونید که بیان خریداری کنین و از خواهر ما. خب میم چگونه دکانتون آغاز کردین؟ چطور کاروبار چطور است؟ کاروبار الحمدلله خوب است. من واقعا بعض این کاری که آغاز کردم در اول خیلی اعراض داشتم، خیلی میترسیدم روی دلیل که اگه من به شکست مواجه شم و یا من ممانعیت بر من ایجاد شه، روی یعنی دلایل من خیلی با ترس لرز این کار آغاز کردم. اما حالا خوشبختانه خیلی تشویق میشم، خیلی از دوستای میان، خیلی از خانما و بانوها میان که ما میگه ما خوشبخت هستیم که شما هستین، ما میتونیم به راحتی خریداری کنیم، ما میتونیم راحت باشیم با یک دختر خانم دکاندار باشم، ما وسایلی که نیاز داریم میتونیم آزادانه ازشون بخریم. واقعا جای افتخار است که امروز ما خودمون آزاد هستیم که آزادانه صحبت میکنیم. چون امروز جای خوشی است، افتخار داریم که خواهرای ما شجاع هستن و واقعا جای افتخار اول شجاع بودن ما شما هستن. خوب خواهر عزیز، چطور بود کاروبار در روزهای عید؟ حال چطور است؟ مردم میان خواهرای ما خریداری میکنن؟ طبعا که روزای عید کمک جمع جور زیاد بود، مردم با شور علاقه می آمدن اینجا خریداری میکردن. بخصوص شخصا از خودم میگفتن ما هرچی وسایل آدم تعریف نشه، وسایلی که میارم خیلی با کیفیت خوب است. روی این دلایل می مشتری ما از ما خیلی راضی بود، حتی از راههای خیلی دور دور می آمدن اینجا خریداری میکردن. واقعا جا خوب انسان که چیز خوب و عالی را به دکان خود بیارن، طبعا دیگه فروشنده زیاد می داشته باشن. واقعا باز هم موفق و سربلند باشین. پیام آخری اگر به دوستای ما دارین. تشکر از شما، خوش آمدین به دکان ما، خوشحال شدم امروز شما آشنا شدم و پیامی که به خصوص فقط به دختر خانمای خوب افغان خود دارم که لطفاً هیچ وقت دست از تلاش نکشین، تلاش کنین، زحمت بکشین، چیزی که میخواین به هدفهایی که دارین برسین، چون خداوند ما انسان‌ها را آزاد خلق کرده، ما انسان‌ها را عقل و هوش داده تا بتونیم از استفاده کنیم. ما هم شکر انسان سالم هستیم، از نعمتایی که خدا داده درست استفاده کنیم. و یک تشکر خاصم از شما و از خواهر. تشکر میکنیم از شما، انشالله که همیشه موفق باشین و در کار بارتان خداوند برکت برده. بیننده عزیز، ما را هم همراهی کنید و همچنین از یادتان نرود چینل ما را سابسکرایب، لایک و منتظر کامنت هایتان هستیم و ما را در فیسبوک و تیک تاک فراموش نکنید. خب عزیزای بیننده، دوباره خوش آمدید میگم شما را. گزارش رکنتین از سامال جان بود، بسیار گزارش حالی هم تهیه کرده بود. ما هم خواستم امروز شکمه که چی میگم سیالی کنم. آمدم داخل یک دکان چادر فروشی اینا، آمدم بسیار چادر مقبول داره، قسمی که شما هم تصویر میبینید. خواستم بیان گزارش اینجا تهیه کنه و همراهی کنم و همچنین خواهرم مصروف جمع کردن چادر اینا هستن. سلام عزیزم. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ اینجا خوشین عزیزم. کامرای ما خوب هستین؟ سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بخیر باشین. با دوستا خودت معرفی کنین. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، فرزانه نبی‌زاده هستم. متعلم صنف 12ام. البته ما فارغ شدیم و پنتونم امتحان دادیم. حال محصل گفتم میشو. خدا. خب بسیار مقبول، بسیار موفق باشی عزیزم. فرزانه جان نام گفتی. چقدر ممنون. خدا دختر فعال از مکتب فارغ شده بخیر، محصل هم هستی. خب فرزانه جان، خودت دکاندار هستی؟ بله هم. چی میفروشی عزیزم؟
ما اینجا چادر و زیرپوشی میفروشم، مخصوص خانم‌هاست. خیلی خوب. چقدر خانم‌ها راحت میباشن نه وقتی که میاین با مدل خود میخرن نه، چون با مردم تقریبا راحت نمیباشه. دوستا میوالن واقعا چه خوبه. خب فرض کنید چی باعث شد که بخوای دکان بسازی و تجارت شروع کنی؟ البته خب میفهمین که حال بیکاری است و کدام مصروفیت خاص نداشتم. بیکاری بود در خانه، گفتم بیایم از بیکاری که خوب است یک کار و تجارت شروع کنم. بسیار عالی. هم مصروفیت بر خودم میشه، هم خدمت بر جامعه. بسیار خوب. فرض جان باز وقتی خواست تجارت شروع کنیم چقدر تجارت موفق بود؟ تونستی یکم فروشات کنی هم فایده چقدر گرفتی یا نه؟ خوب بود، زیادم بد گفتنی نیست. البته اقتصاد مردم ضعیف است، ولی بازم ما کوشش میکنیم تا حد توان خود، مردم هم کوشش میکنه تا حد توان خود، بین خود همکاری داریم که کار ما بشه و کار مردم. فرزانه جان از دکاندار قیمت فروش نیستی؟ نه شکر و قدر قیمت فروش نیستم، با انصاف هستم. خیلی شکر. بعض دوستا بعض از دکاندار هستن یک چادر اگه باشن 40 روپیه میره، باز دوره 240 روپیه میفروشن. از او دکاندار نیست. نه شکر از دکاندار نیستم. همونطور است که من خوش اومدی از بیرون دیدم چادرات بسیار مقبول. اومدم گفتم باشه امروز یک مصاحبه داشته باشیم، ببینیم نام تو رو بشناسن. تشکر، زنده باشین. من خوش شدم که شما را دیدم. سلامت باشه عزیزم. ساما جان دوستای عزیز پشت کامرا هست، یک کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، در صفحات فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک ما رو فالو داشته باشین. خب عزیزم برام چی تحفه میدی؟ بر شما یک چادر مقبول میتونم هر چی. خب من تشکر کنم البته. کدام شب بر شما بده شما دوستای عزیز با ما یک باشه ما کلش میرم میبرم. خیلی بر شما باز یک چادر گلدار مقبول تحفه میتونم که این چادر ما تحفه میتونم. بسیار چون یک چادر دخترانه است، همچنان نخست. اینش ما یک بار بگیریم دستان ما ببینم. والا این چادر ما دوستان مفت سر ما خو من ببینم کی چادر یک بار میپوشم میبینم. سر همین چادر میپوشم دوستا باش که ببینم خوب میگه نه. اینو ما دوستا نظر بدم که چادر دیگه نیست دوستا. ببین کی توفه فرزانه جان ما مقبول میگه نمیگه و همچنین بر ساما جان از پشت کامرا و ما اشاره میکنه که توفه ما عزیز توفه و تام هست. ساما جان بیشتر رنگای چرخونه هر دوستا تا جایی که من معلومات دارم نه برای نه چی تو فهمیدی؟ خیر باز ما بر از اونم یک چادر چرخانه تو فهمیدم. خب من یک کار میکنم، من این چادر یا اینی خوب شسته اینی برای ساما جان میخرم از بیشتر زیست ما برای جان تو فهمیدی. باز قیمت از چند است؟ مشکل نیست، قیمتشون بر شما 150. یک بی قیمت میفروشم. نه قیمت نمیفروشم، با انصاف است. خیلی مراد کرده براتون میفروشم. خیلی مشکل نیست، میگه که دوست ما چون گران است بر ما، ارزش بالاتر است، 1.5 ساعت خیلی چی نیست. برش 1.5 لک برش مصرف میکنم، هیچ مشکل نیست. خیر بازم فدای سرشون، سلامت باشین، هیچ پول ندن. سلامت باشین. دوستان عزیز چادر بسیار مقبول، چادر بسیار گلدار مقبول. این مرجعات خوشم اومد. دیگه زنده سلامت باشین دوستای ما، به خاطر توفای نازنینشان. خب عزیز ما کدام حرف گفتنی داری کاملا من خدمت است. بسیار زیاد تشکر، خوش شدم که شما را امروز اینجا دیدم و تمام هموطنان میگفتنی را دارم که هیچ وقت شکست قبول نکنین، همیشه سر پا ایستاد باشین. زندگی در جریان است، زندگی ادامه داره، همچنان هیچ وقت خودتان نبازین و همیشه قوی و مستحکم باشین. خیلی عالی، سلامت باشی، سلامت باشی از این فرزانه جان، خوش باشی. من خوشحال شدم. گذارم با کارت برس، باز ما بعد از برنامه باز چادر ماست پیش میخرم. سلامت باشی. دوستان عزیز خدا کنه که گزارش ما لذت برده باشین و مرستاد خواهشمند هستم بیاین اینجا بسیار چادر مقبول است خریداری کنین، امر لباساتون ست کنین. گرچه چادر توفه زگن برگ سبز توفه درویش، گرچه با کلم ست نمیکنه ولی مقبول است، من میپوشمش. چادر سیر میخوام میکشم. خب دوستان عزیز گزارش ما رو بیننده باشین. ما و ساما جان هستیم. ساما جان رو پشت کامرا است، میگه بسیار مانده شدیم. ساما جان دیگه گزارش ما خلاص میشه، من خودم بس پیش کامرا رو میگیرم. ما رو همراهی کنین. سلام بیننده عزیز، خوب هستین؟ صحتمند؟ اما قسم رفتیم بالا سوق، ما کم گشتیم. ساما جان باز کامرا رو گرفتن. ما بسیار کالای مقبول بود، خوشم اومد. گفتم بیا ساما جان به داخل دکان بیایم، شما بیاین. ساما جان خودم بیا همراه من. مایک کم خراب شد، خیلی جور میکنم. ساما جان تو دیگه بیا کرد ما که ما با دوستایم نشان بدم که چقدر کالای مقبول، چقدر مانتوهای مقبول. اینا هم خوب است، اینا هاشم خوبه. خب ساما جان دیگه تو بیا همراه ما، بیا که اینی بسیار مقبول است. اینو بگیری یک بار دوستان. بسیار عالی. بیا. خب دوستای عزیز بسیار لباسای مقبول،
خودتان هم قسم تصویر میبینین، لباسای مقبول، کالای مقبول، پنجابی بسیار خوبش آمده. میتونین بخرین حسای کارت 4 که شما در کامنت ها بر ما گفته بودین که شما امروز بیاین به خاطر گزارش در کارت 4 ما هم قسم ها آمدیم و همچنین منتظر کامنتاتون هستیم که هفته آینده بخیر به کدام منطقه بریم و کدام منطقه رو تارگت کنیم و همچنین میخوایم براتون بگیم که چنل تو ما رو سابسکرایب کنین، در صفحات فیسبوک، اینستاگرام، تیک توک ما رو فالو هم داشته باشیم. منتظر کامنتاتون هستم وطن اینا و ما رو همراهی کنین. بیا ساما جان، بیا ساما جان، بازم پشت کامera است عزیزم. دیگه این کورتیا نه اینا چه خوب. خب بازم خوبه. ایناش چقدر مقبوله دوستان. بسیار لباسای مقبول، بسیار لباسای عالی و ساما جان همین چطور است من بگیریم بر خودم؟ ای خوبش نیست؟ ساما میگه خوبش نیست. ساما میگه خوبش نیست. خیلی از منطقه رو میگیریم. میگه از منطقه رو میگیریم دوستای عزیز به خاطر که بسیار مقبول منطقه هم داشتن. خب ناگزیر هستم از حضورتون مرخص شوم و دقایق آخری برنامه ما هست، دقایق آخری گزارش ما است. اگر گزارش ما مورد پسند شما قرار گرفته باشه منتظر کامنتاتون هم هستم، منتظر لایک، حرفای خوب، امو پانتای مثبت برنامه رو بر ما در کامنت ها هم بگوین و همچنین بر ما یادآور شوین که هفته آینده بخیر به کدام منطقه بریم و همونجا بر شما تارگت کنیم. خب دوستای عزیز، خدا کنه از گزارش امروزی ما لذت برده باشین. ما تا حد امکان تلاش و کوشش کردیم که شما عزیزا لذت ببرین. نگذیر هستم از حضورتون مرخص شوم. چنل ما رو سابسکرایب کنین، در صفحات فیسبوک، اینستاگرام، تیک توک ما رو فالو داشته باشین. منتظر کامنتاتون هستم. ساما جان هم پشت کامera است. گناه می همراهش من خداحافظی می داشته باشه. من همراهش من خداحافظی میکنم. به هم تاسو ته راغلاست وایم د هدف میډیا لیدونکو ته امید لرم جوړ صحتمند اوسئ او په دې ډول موږ سره خاصه شوي نن هم په دې بخش کې سواله جانه کمره نیولې ده او اوس زه راغلی د کمرې مخ ته. خب دوستان زموږ ګرانو قدرمنو دوستانو موږ راغلي نن یو دکان ته چې دلته ګورو ډېر ښایسته پنجابي خرڅېږي، هغه هندي، ترکي هر رقم ته پنجابي دلته شته او تاسو وګورئ څومره ښایسته ډیزاین شوي دي ورته. تاسو کولی شئ دلته راشئ خپل خرید وکړئ، ښایسته پنجابي ځان ته والئ، ښایسته ساعت پتلونګانې جامې ځان ته والئ، ځکه چې تاسو کولی شئ دلته ښه مناسب، ښه ډیزاین، ښه کورتیګانې هم چندان لري. ګران دوستانو تاسو کولی شئ دلته والئ او زه هم خوشحاله یم چې سایله جان هم نو موږ سره وه په دې دم کې او هغه هم خسته شوې نه کامره یې په لاس کې ده. هغه دوستانو غواړم ستاسو د حضور زه خدای په اماني والم نو په دې دم سره امید لرم چې موږ سره خسته شوي نه یو. تاسو هم چندان زموږ چینل یوټیوب لایک، سبسکرایب او اجتماعي صفحو کې فیسبوک او ټیک ټاک کې موږ سره فالو کړئ او د یاد نمونه وزي کومنټونه کې موږ ته هم چندان خپل نظریات، خپل کومنټونه، خپل پیغامونه راوستوئ چې موږ هم چندان ستاسو په کومنټونو په تمه یو. هر څه چې اوسئ کامیاب او خوشحاله او موفق اوسئ.